وقتی فرا رسیدن فصل بهار و موسم خرمگردانی ما شاهد آن می‌گردیم که خواجگیداران نهال پروری تمام گوشه و کنار مملکت در بازار و نقطه‌های نهال فروشی محصول دستان خویش را با نرخ‌های دسترس به ساکنان منظور می‌دارند. اما تصور نمی‌کنیم که این مردم مهنت خرین در همه فصل سال به خاطر سرسبزی دیار شب و روز زحمت می‌کشند. میرزا علی مجیدوف از زمره چنین نفران مهنت دوستی است که به گرمی باد و هوا نگاه نکرده پای پرورش نهالان میوه دهنده و گل و گلبوته‌های آرایشی میباشد. خیلی که شما می‌بینید حسابی که باید نهالای کلان هم داریم، 2-3 ساله داریم، باز زمین‌ها را خالی نمی‌مونیم. مثلا دانه را شیناندیم، اینجا اونجا خیلی که می‌بینید دانه برآمدگی یارا علاقه را پارس شینانده بودیم، اینا پیوند کردگی تیاره. ایام آینده ایام با فروش میشوند. یگان وجب زمین خالی نمی‌مونیم. اونجا دانه را شیناندیم، ایش با فروش، ایش با آینده دا تیار میشه. همین نهال در 3 سال تیار میشه. امسال دانه را میشنی، دیم سالگی پیوند میکنی، سال سوم فروش نمیبری. برای هر سال ما خیلی که نمیبینیم زمین رو یگان جای خالی نمیمونیم. این زمین شفتالو، 4 جک شفتالو، اونجا 4 جک مثلا زردالو، 4 جک توت، هم خیلی هر نمود همه نمود چه میکنیم. او در زمین‌های نزدیک حولیگی و خواجگی خود که مساحت عمومیش بیش از 1 هکتار را تشکیل می‌دهد، زیاده از 15 نمودی درختان سایه افکن و میوه دهنده و بوته‌های آرایشی را حفظ و نگهداری می‌کند. به گفته قهرمانی ما قبل از همه برای موفق گشتن به بار آوردن ثمره دلخواه این ساحه، انتخاب درست نوع اهمیت اولین درجه داشته، باعث استوار و حاصلخیز گردانیدن آنها می‌گردد. اما که میرزا علی شروع از ماه نوامبر علاقه دانه‌های درختان خوش‌صفت را در قطعه علایده آماده کرده میشیناند و در ماه فوریه آنها را به دیگر درختان میوه دهنده پربار پیوند میسازد. بعد پیوند درختان این شب و روز آنها را از پیوندشان جدا کرده در شکل مخصوص نگاه می‌دارد. اینا درخت تازه‌کنی حاضر مثلا پیوندامون این چه خیلی که شما در زمینا دیدین در جویاکات سبوی الوهیده مثلا گلوسش زردالوش الوهیده وقتی تازه کردن تنش کدومش که مثلا خضره نوده زیادی میکنه او را تازه کردن نکن یا که این پیوندایی که ما این چه خیلی که دیدین چسباندگیم پیوندامون الکی بلند شده است یارا اگر ای بخشته به پیوندش تازه نکنی و به پیوندش ای پیوند تستر کلان میشه همون حساب این کارش حاضر بسیار عینی کارش حاضر تازه کردن مثال شکلش کمتر چی کردن در آوردن مثال برای بو به صفت چیدن نه که این درختای کلان هم که داریم همین هم که اگر اینا چخیلی که دیده سین تازه کردگی هم یک بار با که درخت زمینو که به صفتن حاصل نکن حاصل خیزن انا بو خضره کردن میگیره نوده کردن میگیره اینجاش تازهش کردی شکلی خوب میگیره درخت. این نهال پرور موفق قبلا از پرورش نهالی توت دست کشیده بود زیرا به گفته او توجه خریداران به این نوع نهال خیلی انگشت شمار بود تا آن زمانی که هنگام ارائه پیام خویش سروری دولت به مسئولین اوید بر رشد پیله پروری و وسیع و برقرار نمودن میدان توتزارها دستور جدی دادند این اقدامی رهبری دولت ما را خیلی خوشنود کرد و ضرور شماریدیم که کشت و پرورش نهالان توت را در فعالیت خویش به راه مانیم. این نمود توت برای همین پیله پرورو سورتی بهترینه که این فقط برگش کلان میشه اگر میوهش هم که مقصد چتر باشه برگاش نه حاضر نه بهاره این برگای توتای نوان نمودای نوشان برگش تو 30 سانتی متر هم زیاد هم میشه نه حاضر میگه برگش قریب 20 سانتی متره حسابی برگش این نمودی توتامو بسیار کردیم که مقصد خوراک چی میشه پیله چنانه که امک میرزا علی ابراز می‌دارند در برابر زمین‌های یاری رسان قطعه زمینی نزدیک حولیگیشان برای سال آینده الکی آماده بوده اهل عائله تصمیم دارند که آن را پرثمر استفاده نمایند. نامگوی نهالان میوه دهنده سایه افکن همیشه سبز و آرایشی را افزون و با این وسیله هم برای سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان‌های شهر و نواحی ولایت و تازگی حفظ محیط زیست سمگذاری نمایند و هم سطح روزگاری خویش را محض از این حساب بهبود بخشند.